میخوام تجربه شخصیمو از استفاده از این پاور بالبا تو این چند روز بهتون بگم. یه معرفی کلی بخوام بکنم، خب نور 10 وات 170 گرمه و فول RGB از شرکت ننلایت. همه آپشن هایی که اون تیوب لایت های معروفش دارن رو سری جدیدش رو این رو هم داره، یعنی 15 تا افکت داره. کلینش از 2700 تا 7500 هستش و چیزی که احساس میشه روش اینه که خب LCD نداره، یعنی شما از طریق همین سه تا دکمه که دیم و مود و CCT و هیوه تقریبا میتونید تمام تنظیمات رو انجام بدید. ولی اگه بخواید دسترسی راحت‌تر و بهتر داشته باشید قطعاً به اپش نیاز دارید و یه تایپ C داره که حالا هم به اکسسوریاش وصل میشه و هم میتونید از نظر تغذیه باتری به پاور بانک وصلش کنید. چیزی که مشخصه خب توش خودش باتری خاصی نداره، یا باید به پاور بانک وصلش کنید که 12 ولته بهتون در واقع نور رو میده، یا میتونید به این سرپیچای E27 معمولی که حالا توی خونه همه جا هستش وصل کنید و هیچ مشکلی براش پیش نمیاد و باز هم در واقع استفاده کنید. بالاترین کارآمدی که داره خب استفاده توی پرکتیکال لایت هاست، یعنی همونطور که توی در واقع این بک‌گراند من هم می‌بینید وصل کردیم به برق مستقیم و آواژور و داریم ازش استفاده می‌کنیم. یه قابلیتی که داره شما می‌تونید از اکسسوریاش حالا در واقع بیشتر استفاده کنید که این اکسسوریاش همراهش نیست، اینکه این سرپیچش رو وصل کنید به این و از مگنتش استفاده کنید. همونجوری که می‌بینید از این قابلیت مگنتش ما توی بک‌گراند استفاده کردیم و به جاهای متفاوتی وصلش کردیم و حالا اکسسوری های دیگه هم داره. چون خودش توش باتری نداره ما میتونیم در واقع یه منبع تغذیه‌ای بهش وصل کنیم که اون منبع تغذیه مثل پاور بانک فقط عمل نمیکنه، یه LCD هم به ما میده که ما میتونیم در واقع مودش رو تغییر بدیم و همه آپشن هایی که توی در واقع اپش هست رو اینجا داشته باشیم با دسترسی سریع‌تر. و یه اکسسوری دیگه‌ای که داره میتونیم ما بهش باتری وصل کنیم و در واقع این سرپیچ رو به اینجا وصل کنیم که دوباره بهمون یه سرپیچ دیگه‌ای میده و در واقع جای پیچ‌های 1 و 4 اینچی رو هم باز به ما میده که بتونیم به سه‌پایه نور، تک‌پایه یا حالا هر در واقع پیچ استانداردی که توی تمام در واقع تجهیزات ویدیوگرافی عموما هست وصلش کنیم. یکی دو تا باگ هم من حقیقتا احساس کردم، اون هم این بود که به خاطر اینکه باید به خاطر متریالی که استفاده شده دما رو به بیرون انتقال بده به شدت داغ میکنه و این داغ کردنش باعث میشه که خیلی راحت نتونیم ما از این دکمه ها استفاده کنیم که مجبورمون میکنه به اپ وصل شیم و وقتی هم به اپش وصل میشیم توی ورژن iOSش من باگ زیاد دیدم، ولی توی نسخه اندرویدش و اینها به شدت روونه و میتونیم همه کار بکنیم. یکی دیگه از اکسسوری‌های با نمکش همین گریدشه که حالت پستونکی داره و شما میتونید به هر جایی وصلش کنید و در واقع حجم نور رو کنترل کنید، یعنی باز و بستش کنید و نور رو همون میزانی که میخواید انتشار بده. جدا از این که خودش دیم داره، این به خاطر پخش نور میتونه کارآمد باشه و ما هم حالا تو این چند روزی که دستمون بود ازش استفاده کردیم. و البته در نهایت با توجه به کاراییش و قیمتش بعد از داشتن نورهای اصلی و لنز و تجهیزات اصلی به نظر من بودنش توی کیف تجهیزات میتونه بهتون کلی خلاقیت بده. چیز جواب و بامزه‌ای هستش و امیدوارم که ویدیو رو دوست داشته باشید و این ابتدای شروع یوتیوب ما هستش به صورت رسمی و اگه دوست داشتید حمایت کنید که ان شاءالله ویدیوها رو با بررسی بیشتر توی یوتیوب انتشار بدیم. مخلصم.